تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. امروز در این موضوع صحبت میکنیم. بر اثر ترکیش در نزد بینای دادستانی نظامی شهر قرغان تپه یک مرد 67 ساله به هلاکت رسیده است. صدمه نقلیاتی در درآمدگاه قبرستان نویه وحدت حیات 7 نفر را از بین برده، 19 کسی دیگر را مجروح نمود. اول اوستا اومد، سکورس زدگی اومد، یکی هم سکورس پای توموس رزمون قطع اومد درخت زد. و در دوشنبه مراسم با تنتنه تقدیم جایزه های سالانه تماشا و میوزیک ایوردز دایر شد. این دو جایزه برای من بسیار مهم است، چون یک جایزه برای کنسرت بهترین سال بود، یک جایزه دیگر برای دویت بهترین سال بود که چون فکر میکنم دویت خوب بود با دمیربک. شب 12 مارس در نتیجه ترکیش در نزد دادستانی نظامی شهر قرغان تپه یک مرد 67 ساله به هلاکت رسید. مقامات انتظامی میگویند حسنبای رحمانов ساعت تقریبا 9:30 شب از ترکیش لوازماتی در دستش بوده هلاک شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به تحقیق این حادثه شروع کرد. این نهاد با پخش بیانیه گفت برای معین نمودن نوع دستگاه ترکیشی، طرز و تشخیص سبب ترکیش چوره‌ها اندیشیده میشوند. مردی که در نتیجه ترکیش هلاک شد پاسبان لیسه تکنیکی شهر قرغان تپه بوده. از دادستانی در این زمینه پرونده جنایی باز نموده است. قربانیان صدمه مرگبار نقلیاتی در نویه وحدت به 7 نفر رسیده، 19 کسی دیگر جراحت برداشتند. این حادثه فاجعه با روز 11 مارس در قبرستان درآمدگاه دره رامید بعد از دفن یک پیرمرد 78 ساله به عمل آمد. راننده ماشین بارکش زیل با بیش از 20 نفر هنگام بازگشت از آرامگاه از عهده اداره کردن ماشین نمیبراید و ماشین با سرعت بلند به درخت برمیخورد. همکاران ما با شاهدان این حادثه و نفران جراحت برداشته صحبت داشتند. حادثه فاجعه باری که جان چند نفر را در اینجا گرفت، این حادثه تقریبا در ساعت 2 روز شنبه گذشته در همین قبرستان راحتی ناحیه وحدت رخ داده است. به گفت شاهدان حادثه مرگبار بعد از گورانیدن یک پیرمرد ساکن شهر وحدت که ساکنان به بالای زیل برآمده به خانه‌شان برمیگشتند رخ داده است. سبب حادثه را مقامات رسما شرح ندادند، اما شاهدان میگویند به احتمال زیاد ترمز زیل از کار برآمده از فراز به نشیبی با سرعت بلند حرکت کرده به صدمه دچار شده است. خب من وقتی موش خمیده میشه اومد. اگه گفتم منم میزنم. خیریت که همین تو دادید بوتش نمیرسید. خب ما فرید موجه سیدکا برافت. آرامی سیدشن یکی منم میگم مناش باستم. میذاره. پتر زنده بود. باشه یاتش مرده با وجود بانی صدا. این داش کسی که دوشنبه داش بردن داش ممکن شو میدوزن چومه که من 5 میدونم دیگه یاد شو ماشین میپره ها آموزه میزنه. گفته می شود در بالای ماشین بیش از 25 نفر قرار داشتند. 19 نفر جراحت برداشته برای تبابت به بیمارستان‌های دوشنبه و وحدت انتقال یافتند. راننده ماشین زیل بختیار مجیدوف ساکن شهر وحدت بوده است. زنده مانده امروز برای بازپرسی به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت دعوت شده است. وقتی که ما به بیمارستان مرکزی ناحیه وحدت آمدیم در شعبه شکسته بندی آن 4 نفر بستری بودند. میرزا ولی شریفوف ساکن شهر وحدت که هنگام سرازیر شدن ماشین در بالای آن قرار داشت هنوز پره به خود نیامده بود و گفت رانه پای چپ و دستش سخت آسیب دیده است. اول اوستا اومد، سکورس زدگی اومد، یکی هم سکورس پای توموس رزمون قطع اومد درخت زد. دکترها چی گفتن؟ کجای شما ضرب گرفته مایم شده؟ پوچه راست، رامی پوچه راست. با چی؟ اصلا نه پشتی دست سکو گرفتگی هم گوشته. وقتی ما به جای حادثه آمدیم در یک گوشه نزد بینای پاسبان قبرستان پایپوش و لباسها و موزه های جوانانی که جان باختند خوابیده بودند. همصحبت ما میگوید وقتی ماشین از سر قبر می آمد تقریبا 25 نفر سواریان بودند. مقامات تعداد جراحت برداشته های این حادثه مدهش را 19 نفر و قربانیان را 7 نفر گفتند، ولی به گفته ساکنان وحدت شماره فوتیده ها به 9 نفر رسیده، تعداد جراحت برداشته ها بیشتر بوده است. میرزا نبی خالقزاد شادمان یتیم، شهر وحدت، دوشنبه، رادیوی آزادی. حالا چند گزارش بین‌المللی داریم ولی قبل از آن به این آگاهی توجه کنید.
ایالات متحده آمریکا برای تامین مهاجران اخراج شده تاجیک با کار و همایش پناهندگان در تاجیکستان $600,000 تخصیص داده است. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا به واسطه شعبه اهالی مهاجرت و پناهندگان از سرپرستی این لایحه افتخار داشته برای اجرای آن در 3 سال آینده $600,000 تخصیص می‌دهد. در نیم جزیره بالکان پناهجویان از بدرفتاری مقامات مجارستان در مرز با سربیا شکایت دارند. ما خواب بودیم که آنها به طرف ما سگ سر دادند. آنها از ما طلب کردند شخصی قاچاقبر را آشکار کنیم، ولی کسی انگلیسی حرف نمیزد. کسی گفته نمیتوانست که قاچاقبر کیست. سپس آنها به طرف ما سگ را سر دادند. برنامه را ادامه میدیم. روز 10 مارس سفارت ژاپن همراه با مقامات تاجیک 15 لایحه سرمایه‌گذاری را در تاجیکستان امضا کردند. این طرح‌ها برای رشد بخش‌های مختلف از جمله راهیاری به مهاجران برگشته، رشد کشاورزی، تندرستی، فرهنگ، معارف و ورزش نگرانیده شدند. در همین حال حکومت آمریکا نیز یک طرح کمک‌رسانی را به تاجیکستان مبلغ‌گذاری کرد. مومن احمدی تفصیلات دارد. دپارتمنت دولتی و وزارت امور خارجه آمریکا طرح $600,000 همسایگی آسایشته و موفق در تاجیکستان را سرمایه گذاری کرده است. روز 10 مارس در مراسم معرفی طرح در دوشنبه گفته شد که هدف این لایحه مساعدت در کاریابی و فعالیت مهاجران اخراج شده تاجیک از روسیه، رسانیدن کمک به گروه‌های افغان در تاجیکستان و عائله‌های آسیب پذیر مهاجران مهنتی تاجیک میباشد. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا به واسطه شعبه اهالی مهاجرت و پناهندگان از سرپرستی این لایحه افتخار داشته برای اجرای آن در 3 سال آینده $600,000 تخصیص می‌دهد. این برای باری اول است که رسانیدن کمک‌ها به این 3 گروه آسیب پذیر در یک طرح انجام داده می شود. با قول سازمان مرسی کرپس که تطبیق لایحه را بر عهده خواهد داشت، در چارچوب این برنامه برگزاری دوره‌های آموزشی برای مهاجران برگشته و گروه‌ها در تاجیکستان و سرمایه‌گذاری آغاز طرح‌های تجارتی این افراد در مد نظر است. سازمان ملل متحد میگوید سال 2016 برای کودکانی که 6 سال اینجانی به جنگ داخلی سوریه اذیت میکشند بدترین سال بوده است. در یک گزارش که یونیسف بنیاد اطفال سازمان ملل متحد در عرفه 6مین سالگرد جنگ نشر کرد گفته می شود که کم از 652 کودک کشته شده، میلیون ها نفر دیگر همچون پناهجو اذیت میکشند. ما 4 ماه باز در کنار حلب به سر میبریم. نه آب است، نه برق است، نه کسی به ما کمک میکند. مردم شغل ندارند. برای کودکان مکتب نیست. پسری من روزی دراز در کوچه بازی میکند. کاری دیگر نیست. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده است که سال گذشته کشتار، اذیت و سفربری کودکان در جنگ‌های سوریه افزایش یافت. دست کم 255 کودک در مکتب و یا کنار آن کشته شدند. جنگ داخلی سوریه 13 مارس سال 2011 با اعتراضها بر ضد پرزیدنت بشار اسد شروع شده است. اما احوال افراد بزرگسال که بنابر جنگ‌ها در کشورهایشان فرار می‌کنند از این کودکان بهتر نیست. یک سال این جانب کشورهای عضو اتحادیه اروپا ورودی مهاجران و پناهجویان را محدود کردند. بر علاوه مجارستان مرزش با سربیا را سیمخور پیچ نموده تصمیم گرفته است تا زمان مقرر شدن مقام پناهجویان و مهاجران آنها را مجبوراً در اردوگاه‌های مرزی نگه دارد. پناهجویانی که از مرز با این کشور استرداد شدند از بدرفتاری مقامات مجارستان شکایت دارند. سازمان طبیبان بدون مرز میگوید مهاجرانی که سعی کردند از سربیا به مجارستان عبور کنند مورد تعقیب و اذیت نیروهای مرزبانی مجارستان قرار گرفتند. در عرفه اولین سالگرد بسته شدن راه مهاجران توسط نیم جزیره بالکان، طبیب مومچیلو جورچویچ در شهر بلگراد گفت که در حالتهای زیاد مهاجران از لطوکوب و حتی حمله سگ‌ها شکایت میکنند. شکایت از اذیت جسمانی زیاد است ولی تشخیص آن از نقطه نظر طبی امکان ندارد. در اکثر حالتها در پوست نشانی کافی برای تشخیص نیست. ما نشانه‌های ضرب و لط و از نیمه‌های سال گذشته نشانه‌های گزیدن سگ را هم مشاهده کردیم. مکان ضرب و لط معین نیست. بعضا از پیش بدن است و بعضا از عقب.
این معنای آن را دارد که شخص اثنای فرار مورد حمله قرار گرفته است. Precizne lokalizacije, znači moglo je biti i na prednjem delu tela i na zadnjem delu tela, što znači da nisu svi ujedi naneti osobi koja je bežala. مقامات مجارستان اتهام بدرفتاری در نسبت پناهجویان را رد می‌کنند. این کشور در طول 175 کیلومتر مرزش با سربیا سیمخوار کشیده تجهیزات الکترونیکی تشخیص عبور مرز را نصب نموده است. بوداپشت همچنان چند قانون دستور تصویب کرده است که بر پایه آن تمام پناهجویان و مهاجران تا معین شدن مقام قانونی باید در اردوگاه‌های مرزی اقامت کنند. هفته گذشته سازمان طبیبان بدون مرز از اتحاد اروپا تقاضا کرد که شکایت‌های پناهجویان را ارزیابی کند. مهاجران شکایت می‌کنند که بعد بازداشت در مجارستان مقامات لباس گرم، پای افسال، تلفن و پولی آنها را مصادره کرده خودشان را لطوکوب می‌کنند. یک افغان که خود را فیصل نامید به خبرنگار ریترز گفت که کمش 10 دفعه سعی کرده است از سربیا به مجارستان عبور نماید. او افسوده است که بار آخر سیمخوار را گذشته تا 10 کیلومتر داخل مجارستان رسیدند ولی آنها را با سگ‌ها بازداشت و به عقب برگردانیدند. ما خواب بودیم که آنها به طرف ما سگ سر دادند. آنها از ما طلب کردند شخصی قاچاقبر را آشکار کنیم ولی کسی انگلیسی حرف نمیزد. کسی گفته نمیتوانست که قاچاقبر کیست. سپس آنها به طرف ما سگ را سر دادند. راهی مهاجرت نیم جزیره بالکان 1 سال پیش بسته شد ولی هنوز هم بعضی پناهجویان و مهاجران کوشش میکنند که مرز سربیا را عبور نموده به مجارستان یعنی قلمرو اتحاد اروپا رسند. طبق اطلاع رسمی حاضر تا 7000 مهاجر و پناهجوی منتظر ورود به اتحاد اروپا هستند. تخمینا 2000 آنها از اقامت در اردوگاه‌ها خودداری کرده در وضع رقت باور در پایگاه راه آهن به سر برده تحت سرپرستی سازمان بشردوستانه مستقر در بلگراد قرار دارند. برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه 11 مارس برنده‌های جایزه موسیقی تماشا و موزیک اوارز اعلان شدند. منیژه دولت آوازخوان معروف که بعد از تقریباً 11 سال خاموشی آخر سال گذشته با آهنگ‌های نوش از خود درک داد برای سهم ارزنده در رشد فرهنگ تاجیک صاحب جایزه گردید. این آزمون در مجموع 9 نامیناسیون داشت و 45 آوازخوان برای این نامیناسیون‌ها رقابت کردند. همکاران ما از این مراسم گزارش می‌دهند. مراسم تقدیم جایزه تماشا و میوزیک آوارز 2017 شام 11 مارس در مهمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه برگزار گردید. نگین امانقلووا با سرود دل را به دل راه است، شبنم سوریا میازارم، فرزانه خورشید سرشویان، جانیبک مراد عروس زمانوی، مهرنگار رستم ترانه‌باران، دمیربک کالیموف دنیا و دیگران جایزه های امساله تماشا و موزیک آوارز 2017 را در بخش های کنسرت بهترین، کلیپ بهترین، کلیپ رقصی بهترین، ساوند ترک بهترین، کلیپ بهترین به زبان خارجی و آلبوم بهترین از روی ریتینگ شبکه یوتیوب صاحب شدند. بسیار بزم زیبا، بسیار خرسندم، خوشبختم. این دو جایزه برای من بسیار مهم است چون یک جایزه برای کنسرت بهترین سال بود، یک جایزه دیگر برای دوئت بهترین سال بود که چون فکر میکنم دوئتی خوب بود با دمیربک و هم نوارش هم بسیار نوار خوب بود، زیبایی تاجیکستان در بر داشت. برای گرفتن این جایزه معتبر موسیقی تاجیک در 9 بخش 45 نامزد مبارزه بردند. شرکت تاپ مدیا مؤسس جایزه میگوید که این مکافات به خاطر قدردانی زحمت‌های آوازخوان‌های تاجیک و هم پشتیبانی از استعدادهای ملی سپرده می شود. جایزه تماشا و میوزیک آوارز از سال 2015 به این سو به سراینده‌های وطنی تقدیم می گردد. با این گزارش امردین اولیموف برنامه امروز رو پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی رو شما میتونید در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، ادناکلاسنیکی دنبال کنید. برنامه خبری ما همچنین در سامانه آزیا پلوس نیز قابل دریافت است. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار هر یک شما.